دیرین دیرین. در دوران دیرین دیرین یک کالا فروشی. کالا فروشم؟ بر من کالایی ده که آن به. یا کالای داخلی قیمت مناسب. ولی من کالای داخلی نخواهم، چرا که عقلم به چشمانم بوده و کالای خارجی خواهم. اندکی صبر، انبار نزدیک است. در آن زمان انبار در خارج بود. حال خنده بدجنسانه سر داده، برچسب داخلی را کنده و برچسب خارجی چسبانم. بدین سان داخلی خرچ، خارجی چلق. حال قیافه‌ای مظلومون الهی به خود گرفته. میروم تا کالا را به او اندازم. اینجوری بوده؟ خوب شد الان اینجوری نبوده. این خوب است. چند دلغاز؟ 600 برابر وقتی که داخلی بود.